سلام دوستان، یه نکته در خصوص بلدرچین میخوام بگم. اونایی که مثل من بلدرچین نگهداری میکنن تا از تخمشون برای عروس هلندی، تغذیه عروس هلندی استفاده کنن، یه سری نکته هست. من اینا جوری یه روزه بودن، الان تقریبا یه ماهه شدن، میخوام تعیین جنسیت کنم، توی یه ماهگی میشه. این نره، نگاه کنید سینه‌اش به سرخی میزنه، خطای مشکیش پیوسته، خط سفیده، ولی ماده حالت این، نگاه کنید سفید رنگ بیرنگتر، اون سرخی رو نداره و خال مشکیه. این میشه ماده، خال مشکی و تقریبا سفید رنگ باشه سینه‌اش، میشه ماده. مثل این یکم به قرمزی بزنه، سرخی بزنه و خال سفیدشو بیخیال بشین، خط باشه سینه‌اش، میشه نه. امیدوارم موفق باشین. کانال شکاور.